در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، علاقمندان جلسه قرآن عظیم الشأن، بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که برای من و شما این لحظات و این فرصت ها و این ساعت و این ثانیه ها را مهیا ساخت و توفیق داد که در خانه الله و در مقابل کلام پروردگار عالم زانوی تلمذ بزنیم. در جلسه گذشته اشاره مختصری پیرامون حروف مقطعات و همچنین ارتباط به صفات متقین بیان شد. در ابتدای سوره بقره الله سبحانه و تعالی 5 آیه اوصاف متقین رو بیان میکنه. 2 آیه اوصاف کفار رو بیان میکنه و 13 آیه اوصاف منافقین رو بیان میکنه. الف لام میم الله اعلم بمراده ذلك الكتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، هدن للمتقین، این کتاب کتاب هدایت است برای پرهیزگاران. پرهیزگاران چی کسانی اند؟ الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که ایمان به غیب آوردن و یقیمون الصلاة و برپا می‌دارند نماز را و مما رزقناهم ينفقون، از او چیزی که الله سبحانه و تعالی به ایشان داده از مال و ثروت و اینها در راه الله انفاق میکنن. والذین، و کسانی که یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون، متقین کسانی هستند که ایمان دارند به او چیزی که پیامبر یعنی قرآن و او چیزی که نازل شده قبل است و به کتابهای گذشته هم ایمان دارند. و بالآخرة هم یوقنون، صفت دیگر متقین اینه که یقین دارند به روز آخرت. اولئک علی هدی من ربهم، همین متقین ثمره دنیا و نتیجه دنیا و آخرت اینه که اینها در دنیا بر هدایتن، بر راه راستن، هدایتی که من ربهم از جانب پروردگار ایشان هست. و اولئک هم المفلحون، و اینها در روز قیامت از جمله رستگارانن، از جمله کسانی که پیروزن و از جمله اشخاصی که با فلاح و رستگاری به صحرای محشر حاضر میشن و با فلاح و رستگاری دنیای جاویدان خود را آغاز میکنن. این 5 آیه در هفته گذشته اشاره شد. حالا ارتباط به کفار بیان میکنه که کفار چگونه هستند و چگونه مردمی هستند و کافر چگونه هست.
کفر در لغت به معنای پوشیده، حق می پوشه و تا حتی در زبان عربی مزرعه کار، کسی که تخم در زیر زمین پنهان میکنه، یعنی پنهان کننده یا پوشیده، کفر امی معنار میده. حالا ما که در دنیا کسانی که قرآن رد کردن، پیامبر اسلام رد کردن، اینا چرا کافر میگیم؟ به خاطری که حق پوشیدن، به خاطری که حق قبول نکردن. قرآن کتاب حق هست، قبول نکردن، پوشیدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبول نکردن. به این ترتیب اینها کافر میگن. کافر یعنی پوشیده. ارتباط به این آیه مبارکه اول ترجمه میکنیم، بعدا چند نکته بیان میکنیم. ان الذين كفروا، همانا کسانی که کافر شدن، سواء علیهم، برابر علیهم بر ایشان، انذرتهم ام لم تنذرهم، که اینها بترسانی یا نترسانی. اگه اینا بیم بدی و یا ندی، اینها چه کارن؟ لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم، چرا اینا ایمان نمیارن؟ ختم الله، مهر نهاده الله سبحانه و تعالی بر قلوب ایشان، و علی سمعهم، بر گوشهای ایشان، و علی ابصارهم، بر چشمان ایشان، غشاوتون، پرده هست. و لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بزرگی هست. خدای تبارک و تعالی قلوب کفار چکار کرده؟ مهر کرده. ختم در عربی مهره. هر کاری که وقتی که پایان داشته باشه، پایین یک کاغذ مهر میزنن، یعنی حرف تمام شده. الله سبحانه و تعالی قلوب کفار مهر کرده، چشمان اینا پرده آورده، گوشهایشان مهر کرده که اینها حق نمی بینن، اینها حق در دل ایشان اثر نمیگذاره و چشمان از اینا هم هیچ وقت حق نمی بینه. در این آیه مبارکه چند سوال مطرح میشه، سوال هایی که می الان در ذهن بسیاری از شما برادرها پیدا میشه. اولین سوال مثلا اینه که در اینجی الله سبحانه و تعالی میگه لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن، در حالتی که بنابر شواهد حدیثی و تاریخی ثابت شده که خیلی از کافرها ایمان آوردن، خیلی از کفار ایمان آوردن به دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اما در این آیه مبارکه میگه ایمان نمیارن. پس لا یؤمنون چی معنایه؟ جواب اینه که منظور از جمله ان الذين كفروا همه کافرها شامل نیه که همه کفار ایمان نمیارن، بلکه یک گروه خاص مراده که در علم خدای تبارک و تعالی عدم ایمان آنها فیصله قطعی شده. خدای تبارک و تعالی میدانه که فلانی و فلانی ایمان نمیارن ای پیامبر، هر قدر که تو اصرار کنی ایمان نمیارن. مثل کی؟ مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، اینها ایمان نمیارن. پس سوال اولی که از لا یؤمنون مطرح میشه، آیا همه کفار؟ نه، یک گروه خاصی. سوال دوم از جمله سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، ظاهرا چنین معلوم میشه که انذار و عدم انذار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرقی به حال کفار نداره. یعنی ای پیغمبر چی بیم بدی و چی ندی اینا ایمان نمیارن، در حالتی که این چیه؟ این ضدیت و منافی با حکمت خدای تبارک و تعالی در ارسال رسول داره. انبیاء علیهم السلام وظیفه اساسی از اینا چیه؟ انذاره و تبشیره، بیم دادن و مژده دادن. در اینجا میگه انذرتهم ام لم تنذرهم، چی اینا بیم بدی و چی ندی. پس وظیفه انبیاء علیهم السلام چی میشه؟
پس این دیگه به حال کفار چی فایده داره؟ و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که وظیفه اساسی اینه که بیم بدن. جواب اینه که بیشتر خصوصا محصلین عزیز و طلاب گرامی متوجه باشن که تساوی انذار و عدم انذار یعنی بیم دادن، ترسانیدن، انذار و عدم انذار آن حضرت صلی الله علیه وسلم در حق طرف مقابله یعنی کفار. در اینجا میگه انذرتهم ام لم تنذرهم، اما نگفته در اینجا که یا گفته سواء علیهم، برابر بر ایشان، نگفته سواء علیک. یعنی نعوذ بالله ایتنیه که در دعوت پیامبر مشکل باشه، مشکل به طرف خود کفاره، حق نمی بینن، قبول نمی کنن، دنبال حق نمیرن، جستجوی حق نمی کنن. پس اگر می گفت سواء علیک اینجا اشکال پیش می آمد. حالا وقتی گفته سواء علیهم، برابر بر ایشان، یعنی طرف مقابل مشکل داره، داعی و دعوتگر مشکل نداره. یعنی چی؟ یعنی تو ای پیامبر دعوت خود را بکن، ارشاد خود انجام بدی، وظیفه اساسی خود بیان بکن، دعوت و تبلیغ داشته باش. اگر قبول میکنن و یا نمیکنن تو صاحب اجر و پاداش هستی و میشی. پس داعی و دعوتگر به این فکر نباشه که فلانی ها حرف مر نمیشنون، فلانی میخواد بشنوه یا نشنوه. وظیفه داعی و دعوتگر اینه که پیام حق را برسانه. چقدر از این منبر فریاد زدیم که سود چی عواقبی داره، رشوه چی گناهی داره، اما این که به اکثر ادارات بحث رشوته، این ما چی مسئولیت داریم؟ پیام حق به گوش اینا رسیده؟ به هر بانکی که سود پایین و بالا بشه، بلند او بانک پرچمی بلند شده و اعلان جنگ با خدا کرده. این یک بار، 10 بار، بیش از 10 بار گفته شده. پس پاداش خود داعی و دعوتگر میگیره. به فرموده حضرت سعدی که میگه باران در لطافت طبعش خلاف نیست. وقتی که باران میایه، باران به ذات چی مشکل داره؟ چقدر مزرعه کارها انتظار باران دارن، چقدر کسانی که به دشت و کوه و بیابان انتظار باران دارن تا از اثر باران گیاهی برویه و حیوانات استفاده کنن، از اثر باران بالاخره اشجار و احجار و اینها تر و تازه بشه، انسانهای استفاده کنن. پس وقتی باران میایه، باران مشکل نداره. چه کار میشه؟ در باغ لاله رویت و در شوره بوم و خس. سخن حق هر کس میشنوه. خدای تبارک و تعالی انسانها فطرتاً به یک نواخت خلق کرده، به یک نواخت خلق کرده. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین و علی مرتضی و سایر صحابه، و پس برگردیم ابو جهل، ابو لهب، ولید، قتبه، شیبه، اینها فطرتاً خدای تبارک و تعالی اینا یک نواخت خلق کرده. باران رحمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دعوت اینا، تبلیغ اینا باران بود. ابوبکر صدیق هم حرف پیامبر میشنید، ابو جهل هم میشنید، ابو لهب هم میشنید، ولی صدیق اکبر ابوبکر صدیق میشه. چرا؟ وقتی باران بیاید در باغ لاله روید. باران که میباره در باغ گلهای زیبا بیرون میشه، میوه‌های زیبای بیرون میشه. خیلی کسانی در دنیا سخن حق میشنون، خیلی کسانی در دنیا میشنون که فلانه کار گناه معصیته، اما بعضی قبول نمیکنن. مشکل داعی و دعوتگر نداره، در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس. در بین
شورزار و در بین سنگلاخ ها و اینها وقتی باران بباره، خب چیز واضحه که اثر بخش و فایده بخش نیه. پس در اینجی انذرتهم ام لم تنذرهم یا سواء علیهم، این سوال پیش میایه که پیامبر صلی الله علیه وسلم چرا پس اینا رو دعوت میدادن؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم وظیفه خود انجام میدادن. وظیفه دعوت و تبلیغ وظیفه پیامبر، امت پیامبر صلی الله علیه وسلم تا قیام قیامت هست. کسی به این فکر نباشه اگر من برای فلانی سخن حق رو بگم که فلانی قبول نمیکنه. خب میخواد قبول کنه و میخواد قبول نکنه. شما برادرها وقتی به هر جا میرسیم، وقتی برادر مشکل داره به او متوجه میسازیم، اگر قبول کرد خیلی خوب، قبول نکرد خدا به شما مزد و ثواب و حسنه میده. تو خواهر مسلمان وقتی یک خواهر بی حجاب رو میبینی، تعریف و توصیف حجاب رو بکن، قبول کرد خیلی خوب، قبول نکرد به صحرای محشر هیچ حرف و هیچ پاداش و بالاخره هیچ دلیلی نداره که کسی نبوده و برای ما بگو به اینها. پس در اینجا این سوال پیدا می شد که اگر سواء علیک می بود، مشکل نعوذ بالله در دعوت پیامبر بود. اما میگه سواء علیهم، برابر است بر ایشان، یعنی برای کفار قبول نمی کنن. سوال دیگه که پیش می آید، وقتی که ذات خداوند حکیم و دانا در کلام از هم هیچ شکی نیه، در این قرآن لا ریب فی شکی نیه، خبر میده دعوت و بیم دادن به حال این کفار فایده نداره و اینها هم ایمان نمیارن. آیا وقتی که دل کافر مهر بشه، دل کافر مهر بشه، خدا میگه ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر کرده بر دلها، مهر کرده بر گوشها و همچنین پرده آورده در مقابل چشمان. اینا حق قبول نمی کنن، حق نمی بینن. باز به ادامه هم گفته ولهم عذاب عظیم، برای اینا عذاب بزرگی هم هست. آیا اینها در ایمان نیاوردن معذور نیستن؟ اینا چی؟ خدای تبارک و تعالی قلب اینا مر کرده، گوش اینا مر کرده، چشم اینا پرده آورده، حق نمی بینن، حق دل اینا قبول نمی کنه، سخن حق نمی شنون، نمی بینن. اینا پس چی مشکل دیگه؟ یعنی نعوذ بالله من ذالک. اینجا یک سوالی پیش می آید که اینا اگه عذاب بشن آیا این عدل خداوند خواهد بود؟ اینجا خیلی نکته مهمیه که همیشه دوستا تلاوت میکنن، این سوال رو میکنن که کافری که خدا دل از او مهر کرده باشه، گوش از او مهر کرده باشه، چشم از او پرده آورده باشه، خب یقینا که نمیبینه حق. این چی جواب داره؟ اول یک مثال ساده، یک مثال بیان میکنه. یک طبیب یا طبیبان متخصص، دکترهای متخصص جمع میشن، با همدیگر مشوره میکنن. بعد از مشوره چه کار میکنن؟ بعد از مشوره چند اطلاعیه پخش میکنن. طبیبان متخصص، دکترهای متخصص، دکترهای ورزیده اطلاعیه پخش میکنن که اگر کسی از فلان ماده استفاده کنه باعث هلاکت از اونه. رسانه ها هم اعلان میکنه، اطلاعیه هم داده میشه به همه جا. خلاصه این حرف طبیبان متخصص به جامعه پخش میشه، همه کس میشنوه. حالا اگر یک شخص، خب خیلی از انسان ها خور به این ماده نزدیک نمی کنن، به این شی و اشیا نزدیک نمی کنن، چون میفهمن که اگر دست به این دراز کنیم باعث هلاکت ما میشه. اما بعضی از انسان ها چی میگن؟ این دکترها نمیفهمن، این طبیبا نمیدانن، میرن به همین ماده، به همون شی دست درازی میکنن و بالاخره از او استفاده میکنن. وقتی استفاده کردن چه کار میشن؟ مریض میشن. مریضی از اینا چیه؟ لا علاجه، علاج نداره. حالا بعد از اینکه نزدیک به هلاکت از اینا شد، این به طبیب مراجعه میکنه. طبیب برای چی میگه؟
طبیب برای از چی میگه؟ آیا نمیگه که 20 روز 1 ماه میشه که ما اطلاعیه دادیم، اطلاعیه به گوش تو هم رسید، بر علاوه که خور از این ماده و این شی دور نکردی، حرف طبیبرم تکذیب کردی، حرف طبیبرم تکذیب کردی، دست به این شی هم زدی، از این استفادهم کردی، حالا دیگه راه علاج نیه. حالا سوال از شما برادرهای، طبیب مقصره؟ طبیب مقصر نیه دیگه. طبیب چی تقصیر داره؟ طبیبان متخصص مسئولیت خود ادا کردن. مثلا امروز در دنیا اعلان میکنن که ببینیم 1400 سال پیش طبیب حقیقی میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشین، خیلی خطرناکه. امروز دنیای غرب به مرض مبتلا شده، به مرض ایدز که هیچ علاج نداره. امروز اطباء متخصصین و اینها اعلان میکنن که در چنین عرصه و به فلان راه بری در مرض ایدز گرفتار میشه، علاج نداره. خب به گوش هر کس رسیده. پس طبیب مشکل نداره، طبیب مقصر نیه. کسی مقصره که بر علاوه که حرف طبیب قبول نکرده، حرفی رو هم تکذیب کرده. الله سبحانه و تعالی انبیا روان کرده، یکا یک می آین، جامعه متوجه می سازن. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. ای بندگان الله، دست از شرک بردارید، بری به سوی توحید، یکتاپرستی. اگر شرک دامنگیر شما شد، راه علاجی نیه. اگر با شرک از دنیا رفتید، دیگر راه علاجی نیه. هر نوع گناه راه علاجی هست، هر نوع گناهی امید عفو و بخشش بیامده، اما شرک نیامده. انبیاء علیهم السلام یک و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. طبیبا اطلاعیه میدن، جامعه متوجه میسازن، ولی این انسانی که میره به طرف شرک، به طرف کفر، به طرف ضلالت، طبیب در اینجی مقصر نیه. این یک مثال ساده اول بود. دوم، ای که قلوب از اینا مر شده و گوشهای اینا مر شده و بر چشمان اینا پرده آمده، از ابتدا مهر و پرده نبوده. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر انسانی که گناه میکنه، با یک گناه در قلب از یک خال سیاهی میفته. آینه به دست میگیریم، یک خال سیاه بندازیم، باز خال سیاه بندازیم، باز خال سیاه، تکرار تکرار تکرار. کل آینه که خال سیاه بگیره، بعد چهره رو نشان میده؟ نشان نمیده. رسول معظم اسلام میفرمایند هر انسانی که یک گناه میکنه، یک خال سیاه در قلب از میفته، اما به مجردی که باز پاکون ورداره، مجردی که خال سیاه افتاد، پاکون وردا. پاکون چیه؟ 2 قطره اشک. ای خدا مر عفو کن، ای خدا ببخش، ای خدا ندانستم، توبه کردم، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. توبه، ندامت، پشیمانی، این خال سیارم برطرف میکنه. پس اینجی این انسان هایی که دل از اینا مهر میشه، این انسان هایی که گوش اینا مهر میشه، این انسان هایی که به مقابل چشمان اینا پرده میایه، اینها چی هن؟ 2 قسم کافر داریم. یک کافر عنادیه، یک کافر جاهله. یک کافریه که جاهله، نمیفهمه، نمیدانه. همین روزها اگر وقتی در سایت های اینترنتی وقتی نگاه کنیم، هر روز ما شاهد چندین نفریم که مسلمان میشه، چندین نفر مسلمان میشه. اینا کافر جاهلن. به مجردی که حق بر اینا واضح و آشکارا میشه و میرسه، قبول میکنن. کافری که خوابه، مجردی که دین، قرآن، اسلام تکان میده، بیدار میشه.
بزرگان میفرمایند، میگن کسی که خواب بیدار کردن خیلی آسانه، اما کسی که خور به خواب بزنه، یک نفر به اینجا خواب میشه همین فوراً تکان میدیم از جا آزاد میشه و یک نفر اینجا خور به خواب میزنه، خواب نیه، خور به خواب ساخته، هر چی که فریاد زنیم اگر بلنگوار همه بیاریم داخل گوش ازی، چون بیداره که خور به خواب زده، ای بیدار نمیشه، ای سر بالا نمیکنه. کافر جاهل مجردی که حق بریو برسه قبول میکنه. خیلی سخته انسانی که بفهمه و گناه کنه، اما انسانی که نفهمیده هر گناهی که کرده، حالی که متوجه شده که فلان عملم زشت بوده، گناه بوده، معصیت بوده، حالا دستار بالا میکنه، یا الله من نمیدانستم، خدای تبارک و تعالی او رو میبخشه. کافر عناد، کافر سرکشه. خیلی جالبه که ابوجهل یکه و تنها که میشد میگفته که پیغمبر هست، محمد که پیغمبره ولی قبول نمیکنه. به این واسطه او را ابوجهل میگن، پدر جهل دیگه. اهل کتاب الذین یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل که فرزندان خود میشناختن پیامبر به همین طریق میشناختن که این پیامبره ولی قبول نمیکردن. ایر میگن کافر چی؟ کافر عناد. کافر عناد اینه که قلب از این دیگه خال گذاشته میشه، خال که گذاشته شد. در روایات میاره میگه به اندازه یک خال سیاهی که در قلب انسان جا خال سیاهی باشه، هنوز فرصت داره که پاک کنه، برداره کل قلب سیاه سفید کنه. ولی آخرین نقطه‌ای که گذاشته میشه که دیگه جای خال سیاه نمیمانه، وقتی آخرین نقطه که گذاشته شد، اینجا الله میگه دیگه حالی که تو به این سرحد رسندی، الله هم مهر بالی و قلب سیاه میزنه. اتنیه چنین که الله سبحانه و تعالی کافر عنادیر از امراه قلب از ایرم مور کرده باشه، چشم از ایرم پرده کرده باشه و گوش از ایرم مور کرده باشه. این عناده، سرکشی کرده. پس در این آیه مبارکه این سوال هم جواب داده شد که مهر در آیه دیگه میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. این قلب ها زنگالود شده، زنگ زده، بیکاره شده، دیگه صلاحیت پذیرش نداره. اینجا الله سبحانه و تعالی چه کار میکنه؟ مهر. ارتباط به این که چرا قلب و گوش به مهر تعبیر شده و چشم به پرده، خلاصش همینه که قلب و گوش از اطراف گوناگون چه کار میکنه؟ درک میکنه. وقتی آدم میتونه نشسته از پشت سر کسی صدا کنه، گوش میشنوه. از پیش رو صدا کنه، گوش میشنوه. دست راست چپ، پایین بالا، از اطراف یا جهات سته ششگانه گوش درک میکنه. وقتی گوش درک کرد، قلب هم چه کار میکنه؟ هم درک میکنه، میپذیره یا رد میکنه. از اطراف گوناگون جهت مشخصی نداره. به این واسطه که جهت مشخص نداره، در این ختم آماده، مهر آماده. یعنی اینها از هیچ طرفی بعد از اینکه خداوند قلب از اینا رو مهر کرد، از هیچ طرفی دیگه اینا حق در نمیشنون. از هیچ طرفی. به ابو جهل و ابو لهب دیگه فایده نداشت دیگه که چی اینا رو بیم بنیم چی بنیم، چون خود اینا خور به خواب زده بودن. بیدار کردن اینا مشکل بود. هرچی که دیگه کافرها که مسلمون میشدن و الان مسلمون میشن، اینها کافر عنادی خیلی کمه. کافرای امروزی جاهلن، مجردی که حق بر اینا واضح بشه، آشکارا بشه، میپذیرن. و ابصار که غشا پرده آمده، چون چشم یک جهت میبینه، مستقیم. اگر کسی مستقیم نگاه کنه، یمین و شمال، دست راست و چپ پر متوجه نیه چی گپه.
به این واسطه الله پرده گفته مقابل از اینا پرده چشما اینا پرده نداره که آدم در ترو کافر ابو جهل که نگاه میکردیم یا ابو لهب کسی میدید پرده به ترویو باشه. این پرده حسی نیه که حس بشه، این پرده معنویه، یعنی حق نمیبینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میدید میفهمید که این پیامبر قبول نمیکرد. خدای تبارک و تعالی میگه وقتی تو قبول نمیکنی باشه که این هدایت نصیب تو نشه، باشه که این ابر رحمت بر سر تو قطعا نباره، باشه که بلال حبشی سیاه بیایه در کنار پیامبر و سید المؤذنین بشه. وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. برای از این کافرها عذاب چیه؟ عذاب بزرگی آماده شده. این کافرهایی که اینادیان، این کفاری که سرکشن، این کفاری که حق را میفهمن و میدانن ولی قبول نمیکنن، برای از اینا عذاب بزرگیه. کافری که جاهل هم اگر از دنیا کافر بره، برای از او هم عذاب بزرگیه. بزرگترین نعمت چیه؟ اسلامه. لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی غیر از الله که یگانه. توحید بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی. این آب نعمته. اگر انسان در یک دشت باشه آب میسر نشه از تشنگی هلاک میشه، میمیره. خیلی خیلی مهمه، اما خیلی مهم نیه. چقدر لذت داره که در اوج تشنگی و دشت سوزان انسان در حالتی از دنیا که بره آخرین جمله اش باشه لا اله الا الله. چی نعمتی؟ میره به آبهای جنت، به شرابا طهورا وصل میشه. اما اگر هر روز و هر ساعت و ثانیه آبهای میوه رنگارنگ بنوشه و از دنیا در لحظه ای که میره در اون وقت سلب ایمان بشه یا ایمان به همراهی نباشه، بدبخت دنیا و آخرت بشه. و من الناس من یقول آمنا. از این آیه مبارکه، این دو آیه ارتباط به کفار بود. از و من الناس تا ان الله علی کل شیء قدیر 13 آیه به شأن کینه؟ به شأن منافقینه. قبل از اینکه این آیات رو بخوانیم و ترجمه کنیم، ارتباط به ظهور نفاق و منافق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه دعوت و تبلیغ کردن. 13 سال در مکه. در 13 سال دوران مکه منافقی وجود نداشت. منافق نبود. چرا منافق نبود؟ چون مسلمان ها ضعیف بودن، مسلمان ها ارتش نداشتن، مسلمان ها حکومت نداشتن، مسلمان ها زور و قوت نداشتن. نفاق لحظه به وجود می آید که منافع انسان در خطر باشه. بگه اگر بیام مسلمان شم ایتا مشکلاتی، اگر برام کافر شم که باز مسلمان ها مر آزار و اذیت میکنن و میکشن. اینجا به بین دو راه دورنگی پیدا میشه. نمیگه یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ انسان باید سوچه باشه. سوچه ادخل فی السلم کافه. به اسلام که داخل میشی به تمام معنا داخل شده، تمام جزئیات و کلیات اسلام را قبول کن. یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ یا ساکن بتخانه شو یا مقیمی کعبه باش. یا سم سوچه دلت و روحت و جسمت و همه به مسجد باشه، همه به طرف خدا باشه. خیلی مهمه.
ظهور نفاق در کجا میشه؟ در مدینه منوره. مسلمان ها وقتی که میاین به مدینه منوره حکومت اسلامی تشکیل میشه، مسلمان ها زور و قوت و بازو میگیرن، لشکر مسلمان ها به طرف بدر روان میشه، لشکر 313 نفری بدون امکانات شکست میده لشکر عظیم و بزرگ همه امکانات و تجهیزات دشمن. اینجا هر کس که آوازی محمد رسول الله را میشنود، آوازه ابوبکر و عمر و عثمان را میشنود، لرزه به اندامش میفته. اینجا دیگه چاره حسر میشه، چه کار باید بکنه؟ پس ظهور نفاق در مدینه منوره. اکثر منافقین یهودی ها بودن، یهودی ها که منافع از اونا در خطر بود. یهودی ها باغ داشتن، مزرعه داشتن، بالاخره نخلستان داشتن. میگفتن اگر ایمان بیاریم که نمیاریم ایمان، چرا پیامبر از جزیره العرب از مکه چرا مبعوث شده؟ پیغمبر زاده مانیم. یهودی ها میگفتن، نعوذ بالله فرزنده خدا میگفتن مانیم، چرا از بین ما پیامبر مبعوث نشده؟ اینجی انمو قوهای حسادت در وجود از اینا بیدار میشه، از حسادت پیامبر رو قبول نمیکردن ولی میدانستن که این پیامبره. پس خلاصه این که اکثر منافقین یهودی ها بودن و امروز هم در هر گوشه‌ای که نفاق و منافقین میبینیم پیروان عبدالله ابن سبع یهودی هست. این خیلی باید متوجه باشیم. اکثر منافقین یهودی ها بودن ولی عرب هم، یعنی عرب هم منافق بود، کم، خیلی کم بود. اکثر منافقین از یهودی ها بودن. اقسام نفاق به دو قسمه، منافق به دو قسمه، یک منافق اعتقادیه، یک منافق عملیه. منافق اعتقادی در صدر اسلام بوده. در صدر اسلام عبدالله ابن ابی ابن سلول، اینها کی بودن؟ اینها منافقین، رئیس منافقین بود. در غزوه احد عبدالله ابن ابی ابن سلول همراه 300 نفر از لشکر مسلمان ها جدا شد، گفت من نمی جنگم. وقتی رئیس منافقین جدا شد به همین ترتیب 300 نفر همراهی و برگشت. همینجوری یک نکته اشاره میکنم، خیلی نکته باریکیه. خدا همه ما و شما و همه امت اسلام از شر منافقین حفظ کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکر اینا 1000 نفر بود، 1000 نفر. به بین لشکر مسلمان ها به صدر اسلام 300 تا منافق بود، 300 تا منافق بود. امروز به بین مسلمان ها و کشورهای اسلامی و امت اسلامی چقدر منافق خواهد بود؟ خیلی مهمه. به عصر پیغمبر هم رکاب با پیغمبر، هم نشین با پیغمبر می آین به مسجد النبوی، اعلان میکنن ما مسلمانیم، ما به تو ایمان داریم، اما بعدا میخوانیم که چی ضربه هایی بر پیکر امت اسلام میزنن و چی نامه هایی بر مسلمان ها وارد میکنن و مسلمان ها را چگونه. از صدر اسلام امت اسلامی که ضربه خورده و کافر بر مسلمان ها غالب شده و پیروز شده به وسیله منافقین بوده. اگر منافق و منافقین جلوه و کفار نباشن، قطعا نمیتونه دشمن به سرزمین مسلمان ها قدم بگذار، قطعا و ابدا. از صدر اسلام که مسلمان ها ضربه خوردن به خاطر که کافر برای خود یک وسیله ساخته و اون وسیله چند نفر به نام مسلمان به اطراف خود جمع کرده و بعد آرمان و آرزوی خود پیش برده. این خیلی مهمه عزیزان من. وقتی میگیم قرآن همه چیز رو بیان میکنه، همینه دیگه. نمیشه ما قرآن رو برای شما ترجمه تحت اللفظی تیر کنم و بالاخره نه. در دین و در مذهب اهل سنت و جماعت قطعا تقیه نیه،
تقیه یکی از صفات منافقینه. خیلی باید متوجه باشیم که امت اسلامی که ضربه خورده از این ناحیه ضربه خورده. منافق اعتقادی در صدر اسلام بوده، امروز هم 100% هست، اما ما تشخیص داده نمیتونیم بگیم فلانی 100% منافق اعتقادیه، اما منافق عملی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی کردن منافق عملی چی کسیه. و اذا وعد خلف، هنگامی که وعده میکنه وعده خلافی میکنه. و اذا حدث کذب، وقتی سخن بگه دروغ میگه، وقتی امانتی به او سپرده بشه خیانت میکنه. و اذا خصم فجر، وقتی که جنگ کنه دعوا کنه چنین نیه که بزنه، چه کار میکنه؟ خصمه. و اذا خصم فجر، شروع میکنه به فحاشی و دو زدن و بالاخره این صفات نفاق و منافق عملیه. بزرگان میفرماین میگن منافق مثل موش صحراییه. منافق مثل موش صحرایی، موشایی که به صحرا به دشت و کوه برای خود خانه میسازه. چه کار میکنه؟ وقتی که خانه میسازه یک دروازه میسازه. دوستا اگر ایر دیده باشن یا در دشت و اینها یک وقتی خانه موش صحرایی رو دیده باشن، یک دروازه که میسازه میایه وقتی که خانه ساخت از یک گوشه دیگه باز یک دروازه دیگه باز میکنه. ایر نفقاه، همیت یک چیز عبارتی از ایر میگن که از همین جمله منافق گرفته شده. چریت میکنه؟ میگه این راه گریزی به خود پیدا میکنه که اگر از این دروازه کسی وارد بشه راه دیگری گریز باشه. ایر به این واسطه موش صحرایی منافق میگن. امروزه هم چی کسانی به این مملکت عزیز ما، به این کشور عزیز ما، به این خاکی که همه ما عشق داریم، الان چی خیانت های نمی کنن، اما پاسپورت خارجی هم به کیسه دارن که با مجردی که عرصه بر اینا تنگ بشه فرار بکنن برن پیش بادارای خود. اگر افغانی، اگر از این خاکی، چرا سرمایه تو به بانگای خارجه؟ چرا دل تو به خارجه؟ چرا دل تو، فکر تو، افکار تو به طرف غرب و دشمنان اسلامه؟ این است عزیزان من، باید ما بشناسیم. این 13 آیه، یک لحظه شما فکر کنیم در ابتدای قرآن چند آیه وصف متقین بود؟ چند آیه؟ 5 آیه. کافر خیلی بده دیگه، ما چقدر از کافر متنفریم. چند آیه؟ 2 آیه. معرفی منافقین چند آیه؟ 13 آیه معرفی منافقینه. چرا؟ منافق از کافر بدتره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، به تحترین جهنم، طبقه پایین جهنم از منافقه. به خاطر چی؟ من هم فریب از او میخورم، شما هم فریب میخوریم، مسلمان ها فریب میده، میایه با زبان نرم و چرم خود باز آیات رو میخوانیم، خوب شیرین زبانی میکنه پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، حرف وحدت رو میزنه، اتحاد و اتفاق رو میزنه. باز که نگاه کنیم وقتی که از مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم بیرون میشه، باز به دوکان کعب ابن اشرف معلوم میشه. مسلمان چنین نیه که با کافر معامله جواز داره، نشست و برخاست جواز داره، اما این جواز نداره که کافر بیایه بر سر مسلمان نقشه طرح کنه، کافر بیایه برای مسلمان دستور بده، کافر بیایه برای مسلمان. حالا این کافر کی جرأت داده؟ چیز واضح و مسلمیه که اگر منافق در جامعه نباشه پدر کافر نمیتونه به خاک شیران قدم بگذاره. این خاک شیران است.
این خاکیه که به یک روز 25,000 جوان، پیر، زن و مرد به قربانگاه فرستاد. پس این ظهور نفاق و منافق را فهمیدیم. معیار کفر و ایمان چیه؟ یک معیار کفر و ایمان صحابه است. معیار کفر و ایمان صحابه. آیات را ترجمه می کنیم. و من الناس من یقول، بعضی از مردمان کسانی هستند که یقول و میگویند آمنا بالله، ما ایمان داریم به خدا، و بالیوم الاخر، و ایمان داریم به روز آخرت. میآیند به مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم، میآیند به کنار ابوبکر و عمر و عثمان می نشینن و به کنار حضرت علی می نشینن و به کنار طلحه و زبیر می نشینن. مسجد النبوی داخل میشن، چی میگن؟ آمنا بالله، ایمان داریم به خدا. دیگه چی؟ ایمان داریم به روز قیامت. الله چی میگه؟ و ما هم بمؤمنین، ذره ایمان در وجود اینها نیه. و ما هم بمؤمنین، نیستن ایشان مؤمنین. خب اینا به چی کار آمدن؟ یخادعون الله والذین آمنوا، اینها فریب کاری میکنن یا فریب نیرنگ بازی میکنن با خدا و با مؤمنین. خدا کو فریب داده نمیشه. علما میفرماین یخادعون الله، چگونه با خدا فریب بازی میکنن؟ اینه که یخادعون رسول الله، اینها با رسول خدا نیرنگ بازی میکنن. آمدن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم فریب بدن. منافقین می آمدن به مسجد النبوی، در عالم ظاهر اعلان اسلام میکردن. یا این که بعضی از مفسرین میفرمایند همین والذین آمنو، این و تفسیریه که یخادعون الله تفسیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینا فریبکاری میکنن با مؤمنین. فریب بازی، نیرنگ، این کار منافق. نیرنگ باز، فریبکار، اینها این عملهای نفاق که خدا همه ما و شما حفظ بفرماید. از این آیه مبارکه چنین معلوم میشه که بدرفتاری با انبیاء علیهم السلام، بدرفتاری با اولیاء خدا، بدرفتاری با خدا هست. کسی با انبیاء علیهم السلام بدرفتاری کنه، توهین کنه، با اولیاء خدا توهین کنه، با بزرگان دین توهین کنه، توهین به انبیاء و اولیاء یعنی توهین با الله سبحانه و تعالی است. حدیث قدسیه که کسی که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با دوستان ما چه کار بکنه؟ دشمنی کنه. کسی که با دوستان ما دشمنی کنه، الله میگه حدیث قدسی به تحقیق که ما با او اعلان جنگ میکنیم. دوستان خدا را به دست کم بر ندار. ابوبکر و عمر و عثمان و علی را به دست کم نگیریم. کسی که با ابوبکر و با عمر و با عثمان و با طلحه و زبیر دشمنه، الله میگه من با او اعلان جنگ میکنم. طاقت جنگ با الله را داری؟ توهین بکن. طاقت جنگ با الله را داری؟ با ام المؤمنین عایشه صدیقه زبان درازی بکن. یخادعون الله والذین آمنوا، فریب کاری میکنن با خدا و با مؤمنین. اما اینها چیه؟ و ما یخدعون الا انفسهم، اینها فریب ندادن و اینها نمی فریبن، فریب نمیدن الا انفسهم، مگر نفسای خویش. کسی که با دوستان خدا بی احترامی کنه، با صحابه پیامبر بی احترامی کنه، خود را فریب داده. و ما یشعرون، الله میگه اینها شعور ندارن. خیلی جالبه، نمیگه و ما یعقلون، اینها عقل ندارن.
حیوان شعور داره ولی منافق شعور هم نداره. عقل کو سر جای خود، عقل که به اطرافی و نیامده خیر، شعور هم نداره. و ما یشعرون فی قلوبهم مرض، در دلهای ایشان مرض است. فزادهم الله مرضا، زیاد کنه الله مرض ایشان را. این دعاییه یا این که خبری خبر میده زیاد میشه به ایشان چی؟ مرض. با مجردی که به مسلمان ها فتحی می آمد، پیروزی می آمد، با مجردی که برای مسلمان ها خوشوقتی می آمد، منافقین دیگه حسادت اینا بالا. این مرض معنویه. مرض معنوی چیه؟ در سینه که حسادت باشه، کینه و بغض و عداوت و دشمنی باشه، چه کار میشه؟ هر چی که محسود رشد کنه، حاسد به اصطلاح ما و شما دورالخور میشه، از داخل از بین میره. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرمایند الحسد کالصداع یا صداع. حسد چکاره؟ قلوب زنگالود میکنه، زنگ و زنگ و زنگ و زنگ، کینه و کینه، حسادت و حسادت، آخر ای تبدیل به امراض گوناگون میشه. مرض روحی پیدا میکنه، مرض جسمی پیدا میکنه. وقتی که به مسلمان ها فتح و ظفر و پیروزی و کامیابی میامد، اینجا مرض منافقین اضافه میشد، مرض منافقین اوج میگرفت. در اینجا میگه فزادهم الله، پس افزود به ایشان الله سبحانه و تعالی مرض از اینا را الله بیشتر کرد. در دنیا که منافقین رسوا شدن، در آخرت چیه نتیجه آخرت؟ ولهم عذاب علیم، عذاب مؤلمی است. در یک روایتی میاره چقدر سخته، سبحان الله. در یک روایتی میاره که به صدر اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند، میگن که من لحظه دیرتر به مسجد رسیدم، وقتی که وضو ساختم با عجله به مسجد وارد شدم، دیدم یکی دو نفر از مسجد بیرون شدن. حضرت عمر میگه من احساس کردم که نماز جماعت خوانده شد و اینا بیرون شد. میگه وقتی که به مسجد نگاه کردم، دیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صحبت میکنن و صحابه نشسته اند. میگه رفتم با عرض و ادب و احترام شیشتم، دیدم نماز هنوز خوانده نشده. لحظه دیگه شیشته بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله یکی دو نفر دیگر نام گرفتن، اشاره کردن با نام که فلان ابن فلان برخیز ای منافق از صفوف ما جدا شد. این رسوایی دنیا هست، پیامبر از مسجد بیرون کنه، الله دستور بده که فلانی منافقه و از صف مسلمان ها جدا بشه. این ذالک لهم خزی فی الدنیا، این رسوایی دنیا هست. اما آخرت چی؟ ولهم عذاب علیم، برای از اینا عذاب مؤلمی هست. چرا؟ بما کانوا یکذبون، به سبب او چیزی که اینها دروغ میگفتن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هنگامی که گفتش لهم برایشان لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید. وقتی که برای منافقین گفته میشه فساد نکنید، رشوت نخورید، سود رواج ندهید، فیلمهای مبتذل به این شهر خون و قیام ملت مظلوم افغانستان رواج ندهید. وقتی برای از اینها گفته بشه لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید، خیلی فساد کردید، قالوا انما نحن مصلحون، جز این نیست، ما اصلاح کاراییم، ما میخوایم صلح بیاریم، ما میخوایم که شما بین شما و ابو جهل و ابو لهب محبت بیایه. این کار نفاق هست. صلوات ختم بفرمایید.